دوست داری؟ دندونات چطوره؟ دندونام خوبه؟ خدایش ببین تو صحبت اینا راحت بودی باشون؟ راحت، اصلا نمیگیره، نه اذیت میکنه، جویدن؟ جویدنم خیلی راحته. خانم گودرزی خب یه کیس خیلی پیچیده بودن با سایش خیلی شدید توی دندونای فک بالا و اوورراپشن دندونای فک پایین. چون خیلی سال بود که بعضی از دندونا رو کشیده بودن، دندونا خیلی جابجا شده بودن، رفته بودن خیلی جاها گشته بودن، حتی دانشگاه تهران، کلینیک تخصصی، خیلی جاها. و واقعیت اینه که خب انقدر کیس پیچیده‌ای بودن که همه جا بهشون گفته بودن کار براتون خیلی سخته و تقریبا همه متفق القول گفته بودن که ول کن دیگه، همه دندوناتو بکش و ایمپلنت. من معتقدم که بله، اینکه بکش و ایمپلنت کن شاید راحت ترین کار باشه، ولی واقعیت اینه که آیا بهترین کار هم هست یا نه. خانم گودرزی ریشه های خیلی بلند، خیلی قطور که من معتقدم هیچ ایمپلنتی نمیتونه جای اون ریشه ها رو بگیره. شروع کردم اول دندونای فک پایینشون رو که سوپر اراپت شده بودن و باعث سایش خیلی شدید دندونای بالا شده بودن. حالا به دلیل اینکه دندونام اشتوهش بودن، دندونا رو شروع کردم به اینتروت کردن به وسیله ارتودنسی. تمام دندونای فک بالا اندو شد، دندونایی که قابل نگهداری نبودن کشیدیم و ایمپلنت گذاشتیم. دندونای فک بالا عصب کشی شدن، بعد جراحی لثه شدن. بعد از جراحی لثه روی دونه دونه‌شون پست گذاشته شد. با 2-3 تا لابراتوار من هماهنگ شدم تا اینکه بتونم آنالیز فیسشون و طرح درمانی که من میخوام رو برام طراحی بکنن. فک بالا روکش شدن و حالا دندونهایی هم که ایمپلنت شده بودن که روکش‌های ایمپلنت جایگذاری شدن. فک پایین ایمپلنت ها روکش شدن و مابقی دندونای خودشون لامینیت شدن. امروز انشالله با تحویل 2 تا ایمپلنت نهاییشون کارمون اتمام پیدا میکنه بعد از 1.5 سال درمان. من قبل از اینکه بیام پیش خانم دکتر جاهای دیگه رفتم، دندون پزشکی دیگه رفتم، کلینیک دانشگاه تهران رفتم، ولی هیچ کدوم مسئولیت این دندون من رو قبول نکردن. خب یعنی واقعا این کار تخصص خیلی سختیه. تا اینکه من با خانم دکتر آشنا شدم و اومدم پیش ایشان رو جراحی ها داشتم، ایمپلنت داشتم، جراحی لثه داشتم، تمام دندونای منو تو استخوان ریختن، الحمدلله خوبم جواب داد. الان که خودتون می‌بینین رضایت کامل دارم، ممنونشونم. عالی شد. قربونت دارم عزیزمی، قربونت. ایشالله که همیشه لبت خندون باشه، خدا نکنه. خیلی خوب شد، خیلی خوشگل شد. من همیشه هستم، هر مشکلی هر چیزی بود میبینمت. بشه؟ سپاسگزارم.